سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بیننده ها و امیدوار هستم که باز هم جور و صحت و سلامت باشین. حامد قادری هستم در برنامه اختصاصی قادری با شما و امید که روز را به خوبی و خوشی شروع کرده باشین و همگی در پای تلویزیون با نوشیدن چای و برنامه ها سرگرم باشین. امروز البته قسمی که من دیروز هم و در وسط هفته اعلان کردم، امروز یک شنبه ساعت 2 مهمان عزیزی رو به استودیو دعوت داریم که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و از شمال کالیفرنیا تشریف آوردن. 2 ساعت را با ایشان مهمان منازل شما می باشیم. دوستان باز هم اگر در ساعت دوم یا وقتی که خطها باز میشه اگر سوالاتی داشته باشن در خدمت شما خواهیم بود. مهمان عزیز ما که با اسمش و برنامه هایش همه شما تک تک آشنایی کامل دارین، جناب آقای دکتر فرید یونس هست. یکی از برنامه های موفقی را در تلویزیون نور دارن و صحبت من فکر نمی کنم که برای ما باقی بانه که زیاد تعریف و توصیف کنیم، چون که همه تعریف و توصیف در برنامه هایشان هست و همگی برنامه هایشان دوست داره و برنامه های دینی را که ایشان پیش میبرن و البته خب موضوعات زیادی در برنامه هایشان در رابطه با مسائل اجتماعی، خانوادگی و اسلامی هست. یعنی واقعا یک تغییر یا یک رونق خوبی برای جامعه ما داده شده که ما خودم هم شخصا وقتی که برابر میشم با وقت برنامه ایشان فقط برنامه ایشان میبینم. فعلا ایشان در استودیو با ما هستن. جناب آقای دکتر فرید یونس خوش آمدین به لاس آنجلس و هم تلویزیون خراسان. از دعوت شما، از مهربانی شما، از میهمان نوازی شما و اینکه شما باعث شدین که یک انکورمن یک تلویزیون به تلویزیون شما بیا بین یک ذات تفاهم ذات البینی افغانی بسیار بخیر که موثر است و من امید میکنم که کل تلویزیون ها همین تشبس شما را بکنن که نه تنها ما دیگه برنامه سازا و اینا بیاین و با هم بشنن و مشکلات یکی دیگر را بگوین. آدم بسیار میاموزه از یکی دیگه، برای از اینکه هیچ کس نمیتونه که جامع کمالات باشه و همه چیز دمو حتی رشته خود بفهمه. از این خاطر امی میگه 100 سال سفر باید کرد تا پخته شود خامی. درست میفرمایید. خب شما تازه آمدین و خسته خو نیستین؟ نه الحمدلله بسیار سفر خوش داشتم و یک فلایت بسیار خوب داشتم و هوام بسیار خوب بود، هم در اینجا هم در شمال کالیفرنیا. بسیار خوب. البته من هم تشکری میکنم از این تحفه‌ای که شما برای ما آوردین. خواهش میکنم. دست خالی نیامدم استاد. دکتر فرید یونس دست خالی نامده برای ما بیننده‌های عزیز. تحفه‌های بسیار زیاده که واقعا ما که جوان بودیم میگفت همنشین بی از کتاب مخوا که مساعد بود گاه و بیگاه. برای ما یک تحفه که از برادر ایشان هست، سخنرانی پروفسور محمد شفیق یونس هست که واقعا البته در فرانسه اینا در دانشگاه فرانسه هستن. یعنی واقعا بسیار کتاب جامع هست که هنوز ما شروع به مطالعه نکردیم، تازه به ما ایره دادن ولی تعریف هایش شنیدیم. اسلام بنیادگذار حفظ الصحه عصری اگر اشتباه نکنم. بله. و همچنان یک کتاب دیگه برای من تحفه آوردن به نام طب سنتی در افغانستان. این هم از برادرشان از محمد شفیق یونس که ایره باید زیادتر مطالعه کنیم به خاطر که دلچسب است. تمام این نباتات که روزمره مثلا زنجفیل، چای، بله. کلش تشریح شده، هم تاریخچش، هم نام لاتینش، بله. و هم کاربردش که مثلا شما زنجفیل برای چی میتونین استفاده کنین. یعنی می هربال مدیسن کالج بسیار رواج داره. بله. یکی از امو یعنی از امو کارهای پروفسور شفیق یونس است که بسیار زیاد فروش شد. وقتی که من ایره معرفی کردم به
هنوز هم یک 20 جلدش مانده. وقتی که من معرفی کردم بسیار زیاد فروش شدی، مردم بسیار علاقه دارن که چی دارم. ببین چقدر جالب است استاد که من ورق باز کردم ترنجبین. بله مثلا بله باز تاریخچه‌ش هم گفتن، تاریخچه‌ش گفته و نامای لاتینیش گفته و چطور است، یعنی تمام همون ترکیب همون نبات، بعضی که یک نبات شناس بسیار مشهور است. درست. بسیار زیاد تشکر. و همچنان یکی از شما البته خب رشته شما جامعه شناسی است. بله یک کتابی که از خود ایشان است، از به نام Hit Me Not Domestic Violence and Afghan Immigrant Counties in the United States. چقدر جالب هست. بله که البته اینه چرا در خانواده افغان زد و خورد است، بی‌احترامی، زن به شوهر، شوهر به زن، یا اولاد همراه مادر پدر خود به اصلاح جور نمیه، افهام و تفهیم نیست. با من در نگاه جامعه شناسی یک تحقیق کردم، برای 2 سال تحقیق شد، اما از چندین سال نوت گرفتم. با ضمیر یک مؤسسه امریکایی پولش داد، اتحادیه افغانا کمک کرد، با زیر ما چاپ کردم برای که بفهمن که چرا در جامعه ما بعضی که ما یک مردم مسلمان هستیم و در اسلام همه چیز صلح و سلام و زیبایی است، پس چرا در خانواده مسلمان زد و خورد است، بی‌احترامی است، فحش است، از این گپا از نگاه مانداری، از نگاه جامعه شناسی چی شده، تحقیق شده. این به فارسی هم ترجمه شده یا این به فارسی یک فشرده از یک مجله ایرانی در ایران به چاپ رسیده چند سال پیش، اما به این چی نیست، به مجله وحدت، اما به این وزن نیست. بسیار عالی. و همچنین یک توفیه دیگه برای ما آوردن که اینا هم از جناب دکتر عبدالغفور روان فرادی است که ایشان خب با اسمش همگی آشنایی کاملا دارن و ایشان یک لطف دیگه در حق جامعه ما کردن که یک کتابی را که برای هر روز یک دعا هست، یعنی برای 7 روز هفته از روی قرآن مجید 7 دعا هست که شما روز شنبه یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه برای هر روز که هم بسیار برکت میاره برای زندگی. جناب دکتر فرهادی من فکر میکنم که یک ابتکار بسیار کلان کردن به این که وقتی شما مثلا روز شنبه یک دعا را میخوانین، یک قسم تشویق میشین که روز یک شنبه باز دعا بخواین، با ذکر بخواین، با دوشنبه. لذا در هر روز هفته شما دعا خوانده میرین بعد از نماز و هر دعا تقریبا بین 8 تا 10 دقیقه میگیره که هر روز. و این مثلا میتونن که مردم یکی در کار خود داشته باشه که در خانه نمیتونه، یا در موتر خود داشته باشه. مثلا یک برادر ما تاکسی داره، درست، و این میتونه در پالیش باشه و دعای خود بخونه. بعضی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین میفرماید، قسم شما میفهمین و یادآوری میکنم که دعا مغز عبادت است. وقتی که دعا مغز عبادت است، هر وقتی که ما به دعا و به ذکر باشیم ما یک رویات سالمتر می داشته باشیم. واقعا بسیار جالب هست که یعنی یک دعا فرمودی شما 7-8 دقیقه بیشتر نمیگیره و از شنبه شروع میشه و یک ابتکار بسیار بزرگ است که جنابشان کردن و این یک ماه پیش آمده بودن و من دیدمشان و افتخار بخشیدن که میره بر من دادن که من چاپ کنم و تکثیر کنم در شمال کالیفرنیا. باز دیگه لازم داشتم که یکشه بر شما و یکشه برای خواهرم ستاره جان توفا آوردیم که اون رو از صنعت مان کنال ما ایره دیگه. خب و میریم روی کتاب آخری که این کتاب شما آخرین کتاب شما که به دست علاقمندان رسیده و اوپنینگ ازی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شنبه بود. بله. از ما دعوت کردن تلویزیون نور. یک جان از یما جان تشکری میکنم از شما. همچنان متاسفانه که به خاطر جنجالا نتونستیم در روز اوپنینگ بوک شما مدبوج باشم، ولی امروز خوشحال هستم که شما را به استودیو دارم. این کتاب جناب دکتر سبیونوس آخری کتابی که به دسترس علاقمنداش میرسه
و یک هم شاید گرفته باشن که دموکراسی و اسلام است. بله دموکراتیزیشن و اسلامیزیشن که بسیار جالب هست، هنوز مطالعه نکردیم. خب میتونیم روی از یک اندازه دکتر سیب اگر لطف کنین صحبت کنین که ثمره کار من تقریبا از 15 سال من یک جامعه شناس امیر متوجه شدم که یکی از دلایل پیشرفت یک کشور رو به انکشاف که اروپاییان تحقیق کردن و امریکاییان تحقیق کردن که یک دلیل پسمانی کشورهای رو به انکشاف یا developing countries همیسته که اینا همیشه از بیرو کاپی میکنن و بیرو یک چیز آتنتیک یا یک چیز اصیل نیست و او کاپی نه تنها که اصل نیست، او به مذاق و امو سبک زندگی از مردم هیچ سر نمیخوره. درست. مثل که در طور مثال بر شما یک مثال میتونم، اگه یاد شما باشه در افغانستان میکرورایونا را ساخته بودن و این فکر میکنن که نمی مادرنایزیشن و تجدد و پیشرفت همیز، در حالی که او میکرورایونا که ساخته شده بود افغانا امو چیز سطر عورت خانوادگی خود نداشتن، دالیزا بسیار تنگ، یک تشناب مثلا یک آدم نمیتونست که تا وضو بگیره بعضی که بسیار تنگ بود. و این مادرنایزیشن قسمی که علمای جامعه شناسی سرش صحبت میکنن، یگان دفعه جامعه را از فرهنگ اصیلش میکشه بیرو و این مثل یک علف هرزه میسازه و امی علف هرزه یک علف بسیار بدردخور نمی باشه و این حالت پیش میشه بر جامعه که نه پیش میره و نه پس میره. و غیر از اینکه در کشورهای رو به انکشاف دیکتاتوری و ظلم و سوء استفاده و رشوت و این گپا علایده است، اما خود مسئله پیشرفت که چرا همی دیولپینگ کرده، ما هیچ وقت پیشرفت نمیکنیم، میلیون ها دلار میره هیچ وقت ما پیشرفت، چرا؟ برای اینکه هیچ وقت ما نمیخوایم بفهمیم که یک کشور مسلمان است و یک کشور افغان است. پس ما ساخت بافت فرهنگی و دینی خود داریم که ما چطور باید که پیشرفت کنیم. مثلا شما از نظافت گپ میزنید، این حال تا که یک دکتر مثلا از هاروارد یا استنفورد یا UCLA بیایه بر ما بگه که social hygiene is good for you، ما میگیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته که نظافت نصف ایمان است. این حال این برای یک شخص امی بسیار قابل فهمتر است از اینکه یک دکتر از امریکا برای یک social hygiene بر تو بهتر است. پس همی international and multicultural education یعنی تعلیم و تربیت ذات البینی فرهنگی و جامعه شناسی امیسته که چطور یک جامعه در چارچوب فرهنگ خود پیشرفت کنه. من اولین مقاله که نوشته کردم که دموکراسی در افغانستان کار نمیکنه در یک مجله در لس آنجلس چاپ میشد به نام قلم در خدمت جهاد از آقای صفی‌الله ثبات بود. من در اون نوشته کردم در سال 1994 یا 93 بود در کتاب نوشته کردیم. بعد از اون در سال 96 یعنی 10 سال پیش در آینده افغان در نیویورک من نوشته کردم که دموکراسی به قسمی که امروز در افغانستان وارد شده، یعنی یک دموکراسی وارداتی که یک هوم گرون نیست، یک چیز نیست که در داخل افغانستان انکشاف کرده باشه، این به درد افغانا نمیخوره. افغانا باید که در چارچوب زندگی اسلامی و افغانی خود یک نظام برا پرتن که او جوابگوی نیازمندی های بشری امو جامعه باشه. بالاخره وقتی که افغانستان به دخالت امریکایا رفتن و نظام آقای کرزی رفت اینا که پیش شخص خود من my personal opinion نظر شخصی از یک نظام دست نشانده است، اینا رفتن اینا یک دموکراسی وارداتی رو در اوجا بردن و نتیجه از این در 6 سال تا جایی که من مطالعه میکنم و اخبارم میبینم و اخبار فرانسوی رو میخوانم، اخبار انگلیسی رو میخوانم، BBC رو میخوانم، غیر مصیبت و غیر جنگ و غیر تروریسم و قاچاق کدام چیز دیگه بر ما ناوردن، دستاورد دیگه نبودن. نبودن. و من وقتی که اینا و اداره بوش اینا یک اجندای بسیار قوی دیگه دارن که اینا میخواین که تمام کشورهای اسلامی را دموکراتایز کنن، یعنی که
نفرای خود برن اونجا بشانن، منابع طبیعی را به ذوق خود به مفاد خود استخراج کنن و هر کسی که در مقابلشان خیست او را باید سرنگون کنن که قصه چیلی، ارژانتین، اوروگوئه و امریکای لاتین کل شما خبر دارین و این در افغانستان خواست منیس یک گفته با کیمیادانا که بابی ما کیمیادان لتمس تست، یک تست بود که آیا دموکراسی در یک کشور اسلامی که اینا میخواین و کریستیانایزیشن و عیسوی ساختن کشورهای اسلامی بعضی که اجندای ریپابلیکن ها امی است و این رو من کتاب آوردیم. من گفتم نه، دموکراتایزیشن ورسس اسلامایزیشن. ما چرا کشور خود حالی که تنظیم‌های جهادی نتونستن که یک کار بکنن، این که طالبا یک نظام فاشیسم و قومی و قبایلی را بار آوردن، این خب به این معنی نیست که ما مسلمانای عصر حاضر از اسلام بالکل چشم بپوشیم و نتونیم که اسلام قسمی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم در مدینه پیاده کرد که حقوق زن و مرد مساوی بود، اقتصاد سالم بود، تبعیض نبود، نمیفهم تمام چیز در او است و ما کلش در این کتاب نظر به آیات شریف در قسمت اسلامایزیشن و احادیث شریف ما آوردیم در این کتاب و این اولین کتاب است که اسلامایزیشن یا اسلامی ساختن افغانستان و کشورهای اسلامی را پیشنهاد میکنه به غرب. از این من به انگلیسی نوشته کردم از اینکه ما دموکراتایز بسازیم و یک پپت یا دست نشانده رو بشانیم مثل که می کار کردن و نتیجه ای که ما گفته جامعه شناسا الینیت شویم، بالکل از اون فرهنگ و دین و آیین خود جدا شویم و به نفع یک کشور خارجی کار کنیم. حالا من my personal opinion امی تمام اوضاع را امیتون میبینم. بله، این فرموده شما کاملا درست است. اینا در کشورهای عربی همین شکل اگر آدم متوجه شود که این کار اینا کردن و حکومت‌های اصیل یا حکومت‌هایی که مردمی نامش بانیم یا از امو عمق جامعه بلند شده بودن، اکثریت او دولت‌ها اینا در 100 سال گذشته اینا از بین بردن و امو پاپت‌های خود در کشورهای عربی اینا جاگزین کردن و شاندن. خب این کتاب به فارسی هم نوشته میشه انشالله دیگه. من فعلا و قرآن میگه وفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. شما از وعده وفا از وعده وفا کنین که از وعده پرسان میشه. من این وعده را فعلا نمیکنم. بله. برای از اینکه خدا شاهد است این وقتش فعلا ندارم. درست. اما هر برادر دیگه که میخواد که این کتاب به فارسی ترجمه کنه خوش بیاید ترجمه کنم. منتها من باید فارسی از را ببینم. بله. فعلا یک کتاب نو سر دست دارم سر خانه و خانواده. برای از اینکه 15 سال من خانواده را مشوره دادیم و کار میکنم و امروز به سطح جهانی از طریق اینترنت و تلفن من خانواده افغان مشوره میتونم که چطور با احترام، با محبت، با لطف با هم دیگه زندگی کنن. برای اینکه زنای ما در قرن 21 لط میخورن، دو میخورن، نمیفهمم، یعنی بسیار وضعیت باز خانواده خراب است. و من فکر میکنم که ما هیچ وقت نمیتونیم که در کار خود موفق باشیم، ما هیچ وقت نمیتونیم که در کریر یا زندگی مسلکی خود موفق باشیم اگر ما یک خانواده آرام نداشته باشیم. یک زن صبح برای کار میکنه و این زن صبح گریان کرده برای و شولت خورده باشه یا شوکتش به زور سکس شده باشه، برای اینکه یک نوع ریپ است پیش ما که آدم زنها را به زور کردشان. من چیزایی را که میگم برای بعضی که مردم کل تبوس، بعضی که اول دفعه میشنون، اما این گپا صفحات تلفن وجود داره و است و همین میگن که افغان ها اصلاح نمیشن و هنوز وقت است و محیط آماده نیست. من 30 سال از هجرت ما گذشت، وطن تکه تکه شد. اگر یک کاشانه غریبانه فقیرانه، من خودم از یک فامیل معلم هستم، غریب آدم بودم، غریب پدرم یک آدم غریب بود، ما خیلی چی وقت اصلاح میشیم ولی متوقع همین جفنگ قبول ام سریس. صدایت نکش که میگه که صدایت نکش. یکی به نام کلان باید چیز نگوییم که خفه نشه. بله. یکی نمیگن به خاطر که قوم خیشش خفه نشه. یکی نمیگن که مثلا برادری نی هجرت. اجازه شما رو آمد جان بگویم؟ خواهش میکنم. هجرت آمد جان
بسیار آموزنده است. مخاطر تاریخ اسلام با هجرت شروع میشه، با تولد پیغمبر شروع نمیشه، با نزول قرآن شروع نمیشه. اسلام به هجرت شروع میشه. بله. پس ما امروز که هجرت کردیم ما باید که یک بیدار شویم، wake up و زندگی رو در دست خود بگیریم و ببینیم ما منایس مسلمان ها چطور میتونیم که یک زندگی civilized، متمدن، خوش اخلاق، شیک پوش، با تربیه، معطر، که با زن خود چه قسم رویه کنیم، با اولاد خود چه قسم رویه کنیم، چطور در این محیط غرب رقابت کنیم، انجینیر شویم، دکتر شویم، لایر شویم. ما بند ماندیم در اونمون گپایی که از این دوزخ ما را میترسانن و از این آتش دوزخ ما را میترسانن. حالا من مسلمان هستم، نمازخوان هستم، روزگیر هستم، من دوستا اعتقاد دارم. حالا ما از دوزخ ایجا چطور خودمون نجات بدیم؟ همی هر کسی بینی که از امی دوزخ ما را میترسانه و از آتش دوزخ میترسانه، از شیطان ما را میترسانه. از شیطانای ایجا حالا مرا شما آگاه بسازین. میفهمین؟ از مصیبت هایی که ایج واسه که این دنیای ما او دنیای مرا میسازه، نه ای که او دنیای ما این دنیای مرا بسازه. من از این دنیا در او دنیا میرم. چه نقطه معقول. متوجه هست؟ اینال من میخوایم که من یک مسلمان متمدن، برای از اینکه یک یادآوری میکنم داخل پرانتز یا قوسین یا ناخونک، من همیشه ایره میگم، باز گفتیم تکرار احسن است. وقتی که حضرت رسول کریم هجرت کرد نام مدینه یثرب بود. یثرب. درست است؟ و مجرد که هجرت کرد نامش مدینه ماند، یعنی مدن، یعنی که شما به تمدن سوق داده شدین، یعنی از حالت قومی و قبایلی و خرافاتی و سحر و جادو و ترا برآمدین. چرا نامش مدینه ماند؟ همین سوسیولوژیکلی چرا نامش مدینه؟ چرا یثرب نه؟ امروزی که بفهمونه که هجرت آموزنده است، هجرت انسان ساز است و هجرت است که شما را و شما که تاریخ مطالعه کردین، ما چند پروگرامتون دیدیم، مثلا امپرس شدم تاریخ خوندین، انسان ها به معراج کمال هستن وقتی که از نقطه A به نقطه B کوچ کردن. پس هجرت سازنده است، انسان ساز است و بر ما هجرت از امون خاطر خدا داد که مگه زمین خدا بزرگ نبود که تو هجرت میکردی و ما هجرت اینا ما باید زندگی در دست خود بگیریم که منایز مسلمان های عصر حاضر عرض اندام کنیم. ما تا که زیر یوغ کلونیالیزم و آل گفته سوسیولوژیستا جامعه شناسا نیو کلونیالیزم و گلوبالایزیشن باقی بانیم و صدای خود نکشیم و خود به دست 4 تا وطن فروش بتیم. ولی در هر دوره یک چند نفر است که این وطن فروشی ها را میکنن. مثل در دوره کمونیستا بود، در دوره طالبا بود، در امیال هم همونطور هست. اینا یک نفر نه یک نفر یک چند نفر باید صدای خود بکشه.